درود ارادت. امین هستم، امیدوارم که هر جا هستید خوب و شاد و سلامت باشید. امروز کاری که میخوام معرفی کنم بهتون سلت کار هستش که با تکنیک محرق انجام شده و برای اولین بار چرم پوست طبیعی همراه با آینه تزیینی 1 میل کنار هم قرار گرفتن به صورتی که حالت پازلی چیده شده و دستی که شما میکشید روی کار سطح کار صاف هستش. این کار یه کاری هستش که خب یکی از مشتریای ما سفارش داده و به این شکلی که میبینید تموم شده کار هست که بریم با هم دیگه روش ساختش رو ببینیم. ما بعد از اینکه آینه هامون رو برش زدیم میایم طرحمون رو پیاده میکنیم روی کاغذ کارک یا کاغذ پوستی. بعد با وسایلی که میبینید با کاربن و مداد و پاکن و مقوا میریم الگومون رو درست کنیم. ما دور تا دور آینه‌مون رو خطشو میکشیم و اون رو روی مقوا پیاده میکنیم، آماده میکنیم برای برش چرم و پوستمون که هر کدوم از اینها به صورت مجزا باید برش بخوره، چسب بشه و کنار هم دیگه قرار بگیره. بعد از اینکه دور کار رو با مداد خط کشیدیم جای آینه هامون روی تابلو اصلیمون مشخص میشه. ما این کار الله اکبر رو انتخاب کردیم برای توضیحات. همونطور که میبینید خط افتاده، بعد با کاتر با حوصله اونا رو برش میزنیم و هر چقدر که بتونیم این خطا رو ظریفتر در بیاریم و برش های سالمتر، گردتر و صافی داشته باشیم، در نتیجه کارمون تمیزتر میشه، چون الگوی کار مهمترین قسمت کار هستش و هر جوری که اونو پیاده کنیم تا آخر بقیه قسمت هامون همونطوری عین اون پیاده میشه، چون الگو هستش دیگه. بعد از اینکه ما خطا رو کشیدیم با کاتر دور تا دور حروفامون رو در میاریم که همون شکل آینمون هستش و میریم برای قسمت بعدی که قسمت برش چرم و پوستش هست که هر دوش طبیعی هستش و کسی که با چرم کار کردن میدونن ضخامت چرم طبیعی و پوست با پارچه و چرم مصنوعی متفاوت هست، بنابراین برشش یه مقدار سختتر میشه و باید کاملا کنترل لازم رو داشته باشید. دست کاتری که دارید، تیغی که دارید خوب و تیز باشه که بتونید به راحتی کار کنید. خب ما بعد از اینکه این کار کردیم، الگویی که خالی کردیم، قسمتی که خالی شده که بک کارمون هستش و میخوایم چرم باشه که داخلش آینه هم قرار میگیره، همونطور که میبینید چرم رو میبریم و اون قسمت آینه رو از داخلش در میاریم. همینطور قسمت بعدیش که سمت چپ تابلومون هستش و ما با پوست سفید گاوی کار کردیم، همین کار رو میکنیم، دور تا دور الگومون رو ابتدا در میاریم و داخلش رو همینطور با کاتر میبریم و سعی میکنیم که برش همون خیلی میزون با دقت و با حوصله انجام بشه که بتونیم دقیقا مثل الگو برش رو داشته باشیم. بعد از این مرحله ما زمینه کار رو باید آماده کنیم که بریم کم کم سراغ نصبش و چسب بزنیم و کارمون رو به اصطلاح مونتاژ کنیم. خب بعد از اینکه پوستمون رو بریدیم یه جاهایی پوستای مویی مو داره و اونا رو باید با لبه قیچی بگیریم. همونطور که می‌بینید زمینه رو آماده میکنیم و دوباره خطهای الگومون رو روی اون پیاده میکنیم. وقتی که خطا رو پیاده کردیم چسبمون رو میزنیم و آینه برش خورده، پوست برش خورده و چرم برش خوردمون رو آغشته به چسب میکنیم. شما میتونید از چسب صنعتی که اسید کم داشته باشه استفاده کنید برای این کار، چون هم به چوب میچسبه و هم به چرمتون و هم به آینتون و اسید کمی داشته باشه آینتون رو تحت تاثیر قرار نمیده. خب ما آینه هایی که برش خورده رو میایم سر جاهاش قرار میدیم، با دقت چک میکنیم با اندازه‌ای که داریم مرحله به مرحله، چون اگه یک مقدار کوچیک حتی جا به جا بشه اینا در حد 2 میل 3 میل کل کار رو هل میده اون طرف و باعث میشه که ما کارمون از گونیا بودن و حالت اولیش در بیاد. ما انتخاب کردیم قسمت راست کار رو با چرم دور آینه رو سوار کردیم، همینطور پوست که باید با دقت و حوصله لبه ها رو لب به لب سوار کنید بدون اینکه تغییر بکنه الگو، همونطور که گفتم. بعد میایم برای ریزه کاری ها رو انجام میدیم، دور تا دور لبه کارمون رو میبریم و شروع میکنیم کات کردن و تمیز کردن لبه ها.
خب بعد از اینکه لبه ها رو تمیز کردیم روی سطح آینه اونم تمیز میکنیم. ما قاب کارم بعد از این تاثیر دورش قرار میدیم و کارمون تقریبا تموم هست. من الله اکبر رو براتون مراحلش گذاشتم، ولی دو تا لتر دیگه تابلو هم دقیقا با همین تکنیک و همین فرمول انجام میشه. امیدوارم که دوست داشته باشید و ما رو سابسکرایب کنید. برای دیدن فیلم های بیشتر با من همراه باشید. ممنون که وقت گرامهاتون رو در اختیار ما قرار دادین. روزتون بخیر. خدا نگهدار.